سلام دوستان عزیزم، به چنل یوتیوب هم خوش اومدین. میخوام چند نکته بهتون بگم، خیلی کارسازه. اگر دوست دارین انجام بدین. درآمدت سه قفله شده، هر کاری میکنی گره از مشکلاتت باز نمیشه. اشکالی نداره، خدا شاه کلیدشو بهتون داده. قبل از اذان صبح 10 دقیقه مونده به اذان صبح بلند شی و یک رکعت نماز وتر بخونی. نمیخوام بهتون نماز یاد بدم یا بگم نماز بخونین یا نخونین. فقط این نماز رو اگه بخونین، هر مشکلی داشته باشین مشکلاتتون حل میشه. قبل از اذان صبح 10 دقیقه 20 دقیقه مونده به اذان صبح بلند شو، یک رکعت نماز وتر بخون، مثل نماز صبح. یک شاه کلیده که میخوام بهتون بگم، حتما این نماز رو بخونین، انشاءالله که حاجت روا میشین. یک بار سوره حمد و یک بارم سوره توحید رو میخونی. بعد دستتو میبری بالا، قنوت. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، قبل از اذان صبح بیدار شو، یک رکعت نماز وتر بخون. بگو یک رکعت نماز وتر میخوانم قربت الله. بعد یک بار سوره حمد، یک بارم سوره توحید. اگه دوست داشتی سوره کوثر هم میتونی بخونی. بعد میری قنوت. هر مشکلی داری، هر گرفتاری داری، تو قنوت همین به زبان فارسی با خدا حرف میزنی. هر گرفتاری داری، مشکل داری، بچه نداری، خونه نداری، کار نداری، جوونت بیکاره، هر مشکلی خلاصه داری، با همسر دعوات شده، کافیه تو همین قنوت با خدا حرف بزنی، به همون زبون فارسی خودمون. به هر زبونی که صحبت میکنی توی قنوت با خدا حرف بزن. بگو خدایا دختر و پسرم رو سربرا کن، خدایا عاقبت بخیرم کن، خدایا بچه هامو عاقبت بخیر کن، کاری کن که زندانیم آزاد بشه، یک رابطه قشنگ میخوام، شوهر خوب میخوام، خدایا بچه میخوام. بعدش میری رکوع، بعدش هم سجده. نماز تموم میشه به همین آسونی. یک رکعت نماز وتر. ببین این یک رکعت نماز وتر چه معجزه ها میکنه، مشکلات حل میکنه، گرفتاری حل میکنه. فقط کافیه 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار بشی و این نماز وتر رو که یک رکعت بخونی برای گرفتاری و مشکلات. اگه یک عروس خوب میخوای، داماد خوب میخوای، بچه دار نمیشی، رزق و روزی میخوای، برکت میخوای، هر چی میخوای، هر گرفتاری داری، این کار رو انجام بده. رزق و روزی نداری، سوره یاسین رو روزی 14 مرتبه تا 14 روز میخونی و هدیه میکنی به حضرت خدیجه. راهکاری برای آمدن خواستگار و بخت گشایی. اگه دختر دم بخت داری، پسر دم بخت داری، هر کاری میکنی ازدواجشون جور نمیشه، کافیه دعای یستشیر و سوره 8 رو 40 روز بعد از نماز صبح بخونی، هدیه کنی به آقا امیرالمومنین. اگه رفتین قبرستون، کافیه که بشینین یک گوشه، یک بار زیارت عاشورا رو بخونین و هدیه کنین به تمام عزیزان آسمانی. ببینین که چقدر رزق و روزی براتون میاد، سبک میشین. یک بار این فرصت طلایی رو انجام بدین دوستان. اسمای قشنگ خداوند رو صدا کنین که انشاءالله فرجی بشه براتون. الهی به امید تو، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا وهاب، یا فتا، یا قهار. خدایا به برکت نامهای زیبایت هر حاجتی داریم حاجت ما رو برآورده کن. زندگیمونو پر کن از آرامش و برکت. امیدوارم تا عمر دارین از چشم زغ و چشم نظر دور بشین، با شکستن یک تخم مرغ و اسفند و نمک و یک بار آیت الکرسی، 100 مرتبه صلوات و 4 قول. هر طلسمی، هر جادویی، هر چشم زخمی باشه ازتون دور. با هم توسل کنیم به خانم فاطمه زهرا که این روزا دهه فاطمیه هم داره نزدیک میشه دوستان. چند روز دیگه شروع میشه دهه فاطمیه.
انشاءالله هر مشکلی، هر گرفتاری داری توسل کن به ایشون که حاجت روا بشی، حاجت دلتو بده. حتما 5 دونه نمک نذر کن. رو هر کدوم از نمک ها 1 بار آیت الکرسی، 3 مرتبه صلوات و 100 مرتبه بگو یا فاطمه زهرا. نمک ها رو نگه دار، روز شهادت خانم فاطمه زهرا ببر پخش کن. یکیشم نگه دار برای خودت تو خونه، بذار خیر و برکت خونت زیاد بشه. آیه میگم که برای چی خوبه دوستان. 102 سوره بقره برای باطل کردن طلسم و جادو. 7 بارم آیت الکرسی رو بخون. اگر مشکل داری، گرفتاری داری، انشالله حل میشه. اگه مریض داری، مغازت مشتری نداره، یه سره نشستی که مشتری بیاد برات، کافیه سوره تکاثر رو بخونی و بنویسی بذاری یه گوشه از مغازه، ببینی که چجوری مغازت پر از مشتری میشه، قلقله مشتری میشه که وقت نداری جوابشونو بدی. برای وسعت رزق و روزی فراوان حتما بعد از نماز مغرب و عشا یا قبل از نماز یا بعد از نماز، یا اگر نمازم نمیخونی سوره واقعه رو حتما بخون. اگر رزق و روزی نداری، برکت نداری، تنگ دستی، گرفتاری، مشکل داری، حتما سوره واقعه رو 1 مرتبه بخون. سوره واقعه هم برای رزق و روزی فراوانه، هم برای اونایی که بچه دار نمیشن. دوستان بچه دارشی کافیه 40 مرتبه سوره واقعه رو بخونی. میخوای وقتی که بار داری بچت خوشگل بشه، زیبا بشه، کافیه سوره یوسف رو هر روز بخونی. اگرم میخوای زایمانت راحت باشه، درد نکشی، سوره مریم رو بخون. اگر این 3 چیز رو یاد بگیری زندگیت خیلی راحت تر میشه و با لذت زندگی میکنی. هیچ وقت فکر نکن کسی میخواد تو رو نجات بده، درد دل تو پیش کسی نگو. فقط و فقط بشین با خدا حرف بزن، با خدا درد دل کن. رویات تو سینه نگه دار، به کسی نگو، به خدا بگو، دیگه به هیچ کس نگو. میدونین که اسفند رو باید چه روزایی دود کنین؟ شنبه دود کنین برای ثروت و برکت و چشم زخم. اسفند و دارچین. همیشه سعی کنین اسفند رو با کندر دود کنین. هیچ وقت اسفند تنها دود نکنین. شنبه ها با دارچین، بقیه روزها اگه خواستین دود کنین با کندر دود کنین. اگه تو زندگی به بنبست خوردی، هر کاری کردی دعات اجابت نشد و یا نمیشه، پا نمیگیره، سوره ناس داری میری پیاده روی بخون، داری کار میکنی بخون، دراز کشیدی بخون. فقط و فقط باید وضو داشته باشی. اگه میتونی روزی 100 مرتبه سوره ناس رو بخون. معجزه رو خودت به چشم میبینی. میدونی اگر آیه 9 سوره یاسین رو بخونی چی میشه؟ یک زبانبند قویه که باهات بدن، باهات دشمنن، پشت سرت حرف میزنن، غیبت تو میکنن، همین آیه 9 سوره یاسین دهنشون بسته. مسیر زندگی یاد بگیریم، چگونه ذکر بگیم، چگونه دعا کنیم، چگونه با خدا حرف بزنیم. انشاءالله که پشت همه آرزوهاتون خدا باشه و بهتون کمک کنه. اگر دوست داری با آمنه گیلکی همراه باشی، کافیه چنل یوتیوبمو فالو کنی. التماس دعا. خدا نگهدار.